کار در ترکیه قینه. уже مردم برای کار کردن ترکیه نمیآیند. اومدن هم منطقی نیست. جراهایم که میبینم در ترکیه کار کرده استن پروسه برای کار اومدگان خیلی قینی میکشند. بعضیش رفتن بعدی وضعیت و بعدی انفلاسی که در ترکیه شده سببای اقتصادی و سببای قامت ندیدن نمیاد. دیگه مردم رفتن دیگه دولت ها ترکیه دا کار اگه تمام شده است. انا بعضی انسان ها با میپرسن که چی کار است ایسوس تخصص داشته باشی کار خوب میوی. دیگه ایران بدون که مقصد دیگه تو سیمی که درجه میگیری در نسبت به سیمی که در اروپا بگیری در امریکا بگیری میگن دولت پیشرفته تر کمتره. دولت سیمی زیادتر میگیره. برای زنکو باشه میگفتم که مثال تازگی نянкаگی میگن وارنت خوبه گفته فکر میکردم که یک آدم قد صحبت کردم گفته که کار خوبه اسمش خوبه ایسوس لیکن پرابلمای خودشم داره. جدا کارهای بعدم میشیده برامو توصیه نمیتونن آدم زنکایی که رفته کار کردن میگن که مثلا می لیزیت میکنن گپ میتونن ناراحت میکنن. اگر خودت تو قبرای با شاید پرابلم چه برامو آدمو میرفته گیرن خودشون تو قنا میرفتند. خیلی اكيد خدا یاردمشون کنه. چی میگه دیگه ترکیه دا کار هم برای زنکا هم برای مردکا قینش دیگه.